سعدی شاعر بزرگ ایرانی در یک بیت کوتاه عشق واقعی و راستین رو به زیبایی توصیف میکنه. سعدی میگه سرو بالای کمان ابرو اگر تیر زند، عاشق آن است که بر دیده نهد پیکان را. داره میگه معشوق ما که قدش همچون درخت سرو بلنده و ابروهاش همچون کمان کشیده و قوسی شکله، اگه به ما تیر هم بزنه، عاشق واقعی اون شخصیه که در برابر این تیر فرار نکنه و این تیر رو بر چشمش بذاره. به این معنا که همونطور که خوبی‌های معشوق رو میپذیره، در برابر سختی‌های عشق و جفاها و ستمها هم پایمرد باشه و در راه عشق خودش بمونه، نه اینکه فقط در خوشی‌ها سر عشقش باقی بمونه. اگه به این محتواها علاقه داری، لایک و سابسکرایب یادت نره.